بیای هموطن بنگر که اینجا هر چی ارزان است. هر آن چیز در جهان من شد به ملک ما فراوان است. در اینجا فقر فراوان است و بیکاری از آن بیشتر، ولی ارزانتر از هر چیز در اینجا خون انسان است. دروغ است این که میگویند گرانی است در این کشور. به چشم خیش بیا بنگر چه ارزان خون انسان است. چون این ارزانی را هرگز ندیده که از در دوران بهای کودک افغان برابر با دو سینان است. اگر باشد توانایی دل غمگین را کن شاد، که پشت خنده مسکین علاج درد عصیان است. اگر خواهی بهشتانی بگیر دست مساکین را، در این اوضاع آشفته که مردم زار نالان است. به زنده ها سر بزنید، حال مرده ها خوب است. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر خاک مزارش آب پاشیدن چه سود؟ گر نرفتی خانهش تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود؟ تشکری میکنیم از خواهرمان که از جرمنی به مقدار 5500 افغانیگی فرستاده بودند تا در دور و بر همین نانوایی که هموطنان ما از گرسنگی فرزندانشان مجبور شدند برای یک لقمه نان ایستاده هستند که اگر یک لقمه نان بتوانند به خانوادهشان ببرند. تشکری میکنیم از ایشان. همچنان خدا یادتان نره.